افسانه کاریزما، نویسنده اولیویا فاکس هابان. با شنیدن این کتاب می‌آموزید چگونه با برخورداری از کاریزما در همه جنبه‌های زندگی خود به موفقیت. کاریزما مفهومی جذاب و بحث برانگیز است که معمولاً ما را به یاد رهبران بزرگ سیاسی می‌اندازد. تا به حال به این فکر کرده اید که اگر جای انسان‌های کاریزماتیک بودید چه حسی داشتید؟ تصور کنید به محض اینکه وارد جمعی می‌شدید بلافاصله توجه همه به شما جلب می‌شد. همه دوست داشتند به صحبت‌های شما گوش بدهند و برای انجام هر کاری از نظرات شما استفاده کنند. افراد کاریزماتیک تأثیر زیادی بر دیگران می‌گذارند. بسیار دوست داشتنی و پرجذبه هستند و بدون آنکه خود را به زحمت بیاندازند به راحتی می‌توانند دیگران را متقاعد کنند. آنها در مقایسه با افراد عادی انسان‌های موفق‌تری هستند. دوستان زیادی دارند و از آرامش بیشتری برخوردارند. ریشه واژه کاریزما به واژه یونانی خاریسما یا خاریس برمیگردد که به معنی ظرافت یا جذابیتی است که رایگان اعطا شده است. نزدیکترین معادل این واژه در زبان فارسی فر ایزدی یا فرهمندی است. باور عموم بر این است که ما یا با کاریزما متولد می‌شویم و یا تا پایان عمر این کمبود را در درون خود احساس خواهیم کرد و هر وقت افراد کاریزماتیک را ببینیم حسرت می‌خوریم که چرا از این موهبت خدادادی برخوردار نیستیم. ممکن است فکر کنید به اندازه کافی کاریزماتیک نیستید یا اینکه به هیچ وجه شخصیت کاریزماتیکی ندارید و دوست دارید از این ویژگی جادویی اندکی بهره مند باشید. در هر صورت خبر خوبی برایتان دارم. ما در این کتاب کاریزما را به شما آموزش می‌دهیم. جای تعجب ندارد که داشتن کاریزما در دنیای تجارت نیز یک امتیاز به شمار می‌آید. یک فرد کاریزماتیک به راحتی دیگران را به خود علاقه‌مند می‌سازد. وجود کاریزما در آن فرد دیگران را مجاب می‌کند که به او اعتماد کرده و از دستورات او پیروی کنند. اگر یک مصاحبه کاری در پیش دارید و یا می‌خواهید در کار فعلی خود پیشرفت کنید، کاریزما به شما کمک می‌کند تا بهترین نتیجه ممکن را بگیرید. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که در یک محیط کاری همه افراد به عملکرد افراد کاریزماتیک نمره بالایی می‌دهند. محققان دریافتند که زیردستان مدیران کاریزماتیک به شدت به اهداف مدیران خود پایبند هستند. آنها اغلب فراتر از وظایف رسمی خود عمل کرده و حتی زندگی شخصی خود را فدای اهداف کاریشان می کنند. اما کاربرد کاریزما فقط به کسب و کار و تجارت ختم نمی شود، بلکه می تواند در مشاغل دیگر و در آموزش نیز سودمند باشد. برای مثال، کاریزما می تواند به دانش آموزان کمک کند تا در مصاحبه های دانشگاه بهتر عمل کنند و یا در مدرسه بیشترین تأثیر را روی معلمان خود داشته باشند. همچنین می توانند با اعتماد به نفس بیشتری در جامعه حضور پیدا کرده و محبوبیت بیشتری در بین همسالان خود کسب کنند. همچنین دانشجویان کاریزماتیک نیز خیلی راحت‌تر می توانند تحقیقات خود را منتشر کنند یا کمک هزینه تحصیلی بگیرند. یک استاد دانشگاه کاریزماتیک را نیز همه دانشجویان دوست دارند و بعد از پایان کلاس یا در محیط دانشگاه دور این استادها جمع می شوند. به همین ترتیب پزشکان کاریزماتیک در بین مردم محبوب ترند. بیماران از دستورات پزشکی آنها بیشتر پیروی می کنند و در صورت بروز مشکل احتمال کمتری دارد که از آنها شکایت کنند. کاریزما در خارج از محیط‌های شغلی و آموزشی نیز بسیار سودمند است. مثلا مادران خانه‌دار باید بتوانند افراد مختلفی مثل فرزندان خود یا معلمان مدرسه را راضی نگه دارند. بنابراین کاریزما فقط مختص رهبران یا تاجران نیست، بلکه همه افراد به کاریزما احتیاج دارند. از زنهای خانه‌دار گرفته تا دانش آموزان و پزشکان. کاریزما میتواند به همه کمک کند تا زندگی شادتر، سالمتر و موفقتری را برای خود رقم بزنند. خبر خوب این است که هر کسی میتواند شخصیت کاریزماتیک داشته باشد. آیا میخواهید بدانید که کاریزما چگونه عمل میکند؟ در این خلاصه کتاب به پرسش‌هایی نظیر چگونه در کمتر از 5 دقیقه دیگران را مجذوب خود کنید؟ چرا نوع رفتار ما در نخستین دیدار بسیار مهم است؟
چگونه بر نگرانی‌های ذهنی خود غلبه کنید پاسخ داده می‌شود. کاریزما ذاتی نیست. دیگر وقت آن رسیده است که به افسانه ذاتی بودن کاریزما پایان دهیم. در گذشته کاریزما را یک ویژگی ماورایی می‌دانستند که از جانب خدا به افراد داده می‌شد. در حالی که امروزه بسیاری از جامعه شناسان که پیشگام آنها مکس وبر آلمانی بود، نظر متفاوتی دارد. آنها بر این باورند که کاریزما در همه انسانها به صورت بالقوه وجود دارد و اگر ویژگی‌های افراد کاریزماتیک را بهتر بشناسیم، می‌توانیم کاریزما را به دیگران آموزش دهیم. بنابراین هر چقدر هم برخی افراد به طور طبیعی پر جذبه به نظر برسند، کاریزما را نمی‌توان یک ویژگی مادرزادی دانست. افراد کاریزماتیک نمی‌توانند از بدو تولد تا زمان حال جذاب بوده باشند. اگر آنها به طور ذاتی از این ویژگی برخوردار بودند، پس باید در همه حال ما را مسحور خود می‌کردند. در واقع هیچ کس نمی‌تواند همیشه کاریزماتیک باقی بماند. ممکن است یک روز فردی در نظر ما کاملا جذاب باشد، اما روز بعد اینطور نباشد. این قضیه به این دلیل است که کاریزما یک حاله جادویی نیست که فرد از زمان تولد با خود داشته باشد، بلکه نتیجه رفتارهای مشخصی است که از آن فرد دیده می شود. در سالهای اخیر تحقیقات زیادی نشان داده است که کاریزما نتیجه برخی رفتارهای غیر زبانی خاص است و به زبان بدن مربوط می شود. ما می توانیم در هر لحظه‌ای که بخواهیم کاریزماتیک باشیم، زیرا حرکات بدن ماست که کاریزما را نشان می دهد. با این حال نمی توانیم همیشه به یک اندازه جاذبه داشته باشیم و سطح کاریزمای ما همیشه در نوسان است. به همین دلیل است که مردم یک فرد خاص را گاهی اوقات کاریزماتیک می دانند و گاهی چنین اعتقادی ندارند. آیا هیچ وقت احساس کرده اید که اعتماد به نفس کامل داشته و بر اوضاع کاملا مسلط هستید؟ منظورمان مواقعی است که دیگران از عملکرد شما شگفت زده می شوند و به شدت شما را تحسین می کنند. این همان کاریزمای درونتان است. حتی اگر فقط یک لحظه طول بکشد. شما خود را کاریزماتیک نمی دانید، چون فکر می کنید شخصیت‌های کاریزماتیک مشهور در هر لحظه و هر جا می توانستند کاریزمای خود را حفظ کنند. اما این گونه نیست. به عنوان مثال، مرلین مونرو را در نظر بگیرید. نام اصلی او نورما جین مورتنسون بود که در دهه‌های 1950 و 1960 میلادی با نام هنری مرلین مونرو به عنوان بازیگر، خواننده و مدل در امریکا فعالیت می‌کرد. یک روز نورما جین بدون آنکه توجه مردم را جلب کند، سوار مترو شد. او به محض اینکه از مترو خارج شد و پا به خیابان‌های نیویورک گذاشت، خود را به مرلین مونرو تبدیل کرد. چطور چنین چیزی ممکن است؟ تنها با تغییر زبان بدن، او حالت مو و بدن خود را تغییر داد و ژست خاصی گرفت که یادآور یکی از نقش‌های معروف او در سینما بود. با این حرکت همه نگاه‌ها بلافاصله به سمت او جلب شد و او توانست به اختیار خود بین دو شخصیت عادی و هنریش جابجا شود. کاریزما در نظر ما همچون یک افسانه است، چون ما فقط به تأثیری که یک فرد کاریزماتیک بر دیگران می‌گذارد توجه می‌کنیم. چیزی که ما نمی‌بینیم انرژی و زمانی است که چنین اشخاصی برای یادگیری رفتار کاریزماتیک صرف کردند. بسیاری از شخصیت‌های کاریزماتیکی که می‌شناسیم، از رهبران مذهبی گرفته تا سیاستمداران و مدیران بزرگ امروزی، تلاش زیادی کردند تا چنین رفتاری را یاد بگیرند و در نهایت توانستند در انجام آن متبحر شوند. یکی از این افراد، استیو جابز، مدیرعامل شرکت اپل بود. او در سخنرانی‌های آغاز دوران کاریش بسیار ناشیانه عمل می‌کرد. با گذر زمان، استیو جابز به تدریج کاریزمای خود را افزایش داد و سرانجام تبدیل به فردی شد که همگان تحسینش می‌کردند. مردی که با تک تک کلماتش شنوندگان را مجذوب خود می‌کرد. تمرین 1. با داشتن یک ارتباط گرم و جذاب با کسی، از رو در رو نشستن با او اجتناب کنید. از این پس حواستان باشد برای معاشرت با افراد کنار آنها یا با رعایت یک زاویه 90 درجه بنشینید، چرا که در این موقعیت افراد بیشترین احساس راحتی را دارند. 2. قبل از یک جلسه مهم یا پیش از دیدار با فردی که قدری ترسناک به نظر می آید، این موارد را رعایت کنید.
مطمئن شوید که راحت هستید و می توانید به راحتی نفس بکشید. هر قسمتی از لباستان را که لازم است شل کنید. بلند شوید و بدنتان را کمی تکان دهید. پاهایتان را به اندازه عرض شانه ها باز کنید و دستهایتان را به سمت بالا بکشید. سپس به سمت پهلوهایتان باز کنید. در سینه تان بدمید و تلاش کنید تمام فضا را اشغال کنید. شانه هایتان را به سمت بالا و سپس عقب متمایل کنید. تصور کنید ژنرالی هستید که نیروهایش در مقابل او می ایستند. 3. حین سخنرانی یا گفتگو با کسی به طور مداوم این موارد را رعایت کنید. بدنتان را بررسی کنید و مطمئن شوید که هیچ حالت بدنی تنش‌زایی به حال درونتان آسیب وارد نکند. با کشیدن نفس عمیق بدنتان را آرام کنید. به چیزهای کوچک و خوب فکر کنید. چیزهایی مثل توانایی نفس کشیدن و صحبت کردن. در حین صحبت اگر می توانید تصور کنید فردی را که دوستش دارید 20 ثانیه در آغوش گرفته و می فشارید. از آنجایی که مغز توانایی تمیز میان واقعیت و خیال را ندارد، اکنون شما صاحب زبان بدن اثرگذار، گرم و متقاعد کننده ای شده اید. همه چیز از ذهن شما شروع می شود. مؤسسه فناوری ماساچوست یا MIT بعد از انجام تحقیقات علمی گسترده اعلام کرد که می تواند نتیجه هر نوع مذاکره را تا 87% درست پیش بینی کند، بدون آنکه به گفته های افراد توجهی کند. آنها این کار را فقط از طریق بررسی زبان بدن انجام می دادند. اگرچه ممکن است عجیب به نظر برسد، اما آیا ممکن است واژه‌ها نقش کمتری در انتقال پیام داشته باشند؟ البته که ممکن است. اگر به تکامل انسان توجه کنیم، می‌بینیم که زبان گفتار ابزاری است که قدمت کمتری دارد. در آغاز ما بیشتر به روش‌های غیر گفتاری با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کردیم و این نوع ارتباط برای ما جنبه ذاتی و اولیه دارد. به همین دلیل است که نشانه‌های غیر گفتاری تأثیر بسیار بیشتری بر ما می‌گذارد. شما در هر لحظه بدون آنکه اراده کنید نشانه‌های زیادی می‌فرستید و اطرافیان به طور ناخودآگاه آنها را دریافت می‌کنند. این نشانه‌ها همان زبان بدن شماست. مواردی مثل حرکات دست و سر، حالت نشستن یا ایستادن و حالت‌های صورت شما. برای کاریزماتیک بودن، زبان بدن از هر چیزی مهمتر است. هرچقدر هم پیام شما مهم و تأثیرگذار باشد، اگر نشانه‌های غیر زبانی مناسبی به نمایش نگذارید، کاریزماتیک به نظر نمی رسید. بنابراین در اکثر مواقع، زبان بدن تنها چیزی است که برای جلب توجه و تحسین دیگران به آن نیاز دارید. منظور از حالت ذهنی چیزهایی است که در آن لحظه به آن فکر می کنید یا احساساتی است که در سر می پرورانید. به عنوان مثال، اضطراب برای یک لحظه کوتاه تغییری در صورت شما ایجاد می کند و باعث می شود اطرافیانتان وجود مشکلی را در شما احساس کنند. از طرف دیگر، برخی نشانه ها باعث می شود که دیگران آنها را به عنوان ویژگی های کاریزماتیک شما درک کنند. خوشبختانه شما می توانید حالت ذهنی در خود ایجاد کنید که به تولید این نشانه ها منجر شود. با این حال، به دلیل اینکه نمی توانیم به طور آگاهانه تمام احساسات و افکار خود را کنترل کنیم، قادر نیستیم زبان بدن مورد نظر خود را نشان دهیم. به عنوان مثال، وقتی واقعاً خوشحال هستید، لبخند شما احساساتتان را منعکس می کند. گوشه های دهان بالا می رود و پلک ها به هم نزدیک می شود. اما وقتی تظاهر به خوشحال بودن می کنید، تنها با دهان خود لبخند می زنید. سایر اعضای صورتتان شادی شما را نشان نداده و لبخندتان مصنوعی به نظر می رسد. در این شرایط اکثر افراد بدون هیچ مشکلی تفاوت این دو حالت را از هم تشخیص می دهند. اگر نمی توانیم به طور مستقیم زبان بدن خود را کنترل کنیم، پس چگونه کاریزما ایجاد کنیم؟ راه حل این است که به طور غیر مستقیم این کار را انجام دهید. باید بر ناخودآگاه خود به عنوان بخشی از ذهن که نشانه‌های غیر گفتاری را کنترل می‌کند تأثیر بگذارید. از آنجایی که مغز نمی‌تواند تفاوت بین واقعیت و خیال را تشخیص دهد،
تنها فکر کردن به یک موقعیت میتواند تأثیر یک موقعیت واقعی را در مغز و بدن شما ایجاد کند. بنابراین اگر یک حالت کاریزماتیک درونی یا ذهنی ایجاد کنید، بدن شما نیز حالتی واقعی و قابل قبول خواهد داشت. در نتیجه دیگران شما را به چشم یک فرد کاریزماتیک نگاه می کنند. این فرایند شبیه به روش معروف اثر پلاسیبو است که یک روش درمانی شبیه سازی شده است. گاهی اوقات پزشکان به افراد این گونه نشان می دهند که تحت درمان هستند، اما در حقیقت از روش‌های درمانی سوری مانند دارونماها یا جراحی‌های دروغین استفاده می‌کنند که از نظر روانی تأثیر مثبتی بر فرد بیمار می‌گذارد. به همین صورت ایجاد یک حالت کاریزماتیک درونی سبب می‌شود که فرد همان رفتار را در قالب زبان بدن از خود نشان دهد. خلق یک حالت ذهنی درست مهمترین مسئله در نشان دادن کاریزما از طریق زبان بدن است. در ادامه درباره 3 ویژگی مهم رفتارهای کاریزماتیک صحبت می‌کنم. تمرین. 1. تمرین عالی گوش کردن. در مکالماتی که پس از این خواهید داشت، به هیچ وجه صحبت طرف مقابل را قطع نکنید. همچنین پیش از پاسخ دادن به کسی 1 یا 2 ثانیه مکث کنید. اجازه دهید حالت چهره‌تان تأثیری که گفته آنها بر شما داشته را نشان دهد. 2. تمرین صحبت کردن با مناسب ترین صدا. یک جمله را با احساسات مختلف بیان کنید و صدای خود را ضبط کنید. می توانید جمله مورد نظر را با اقتدار، با عصبانیت، غم، با مراقبت همدلانه و اهمیت دادن، با گرمی و شور و شوق بیان کنید و پس از شنیدن صدای ضبط شده خود متوجه شوید که نوسان صدایی تا چه حد در تأثیری که بر دیگران می‌گذارید مهم است. 3. تمرین قدرت کلامی. اگر می‌خواهید قدرت را از طریق کلام خود بروز دهید، این دستورالعمل را به کار ببندید. کند صحبت کنید. در ذهنتان لحن یک نوجوان مضطرب را که با سرعت زیاد صحبت می‌کند با لحن کند و گیرای یک قاضی هنگام قرائت یک حکم مقایسه کنید تا این چنین متوجه تفاوت اثرگذاری آنها بشوید. مکث کنید. مکث کردن حین بیان جملات بدان معناست که شما چنان از قدرت کلام و اهمیت گفته‌های خود اطمینان دارید که می‌دانید کسی صحبتتان را قطع نخواهد کرد. طرز بیان یا آهنگ صدای افتان داشته باشید. صدای ما در آخر جملات پرسشی بالاتر می رود. اما برخلاف این وضعیت، هرچه صدایمان در انتهای اعلام یک خبر یا موضوع مهم پایین تر باشد، نشان دهنده قدرت است. صحبت کردن با صدای پایین را تمرین کنید. همچنین باید حواستان باشد که تنفس دهانی نداشته باشید، چرا که باعث می شود کم نفس و مضطرب به نظر برسید. حضور در لحظه اکنون. روش‌های زیادی برای جذاب بودن وجود دارد، اما رفتار کاریزماتیک 3 ویژگی اصلی دارد: حضور، قدرت، مهربانی. این 3 ویژگی به رفتار خودآگاه ما و همچنین به عواملی که کنترلی روی آنها نداریم وابسته است. از آنجایی که ویژگی اصلی یک فرد کاریزماتیک حضور داشتن در لحظه اکنون است، ابتدا با تعریف این ویژگی شروع می‌کنیم. آیا برایتان پیش آمده که در حین گفتگو تمرکزتان را از دست داده و چیزی ذهن شما را درگیر خود کند؟ آیا فکر می‌کنید در آن لحظه دیگران متوجه این مسئله شدند؟ آیا خودتان از تمامی اتفاقات اطراف آگاه بودید؟ حضور داشتن در تعاملات اجتماعی به این معنی است که توجه خود را به طور کامل به دیگران معطوف کنید و با دقت به آنها گوش دهید. اگر کاملا در لحظه حال و در کنار دیگران حضور داشته باشید، کاریزماتیک به نظر می رسید. یعنی فردی قابل اعتماد، وفادار و مناسب برای برقراری ارتباط. ولی اگر در ارتباطات خود از نظر ذهنی حضور کامل نداشته باشید، یعنی دائما ذهنتان شما را به جاهای دیگر ببرد و یا در افکار خود غرق شوید، دیگران این مسئله را متوجه شده و ممکن است از شما ناراحت شوند.
یکی از دانشجویانم بعد از سخنرانیم به من گفت اخیراً تجربه خیلی بدی داشتم. با کسی در حال صحبت بودم که انگار اصلاً آنجا حضور نداشت. به شدت از او متنفر شدم، چون به نظر می رسید برای حرفهای من اهمیتی قائل نیست. مغز ما به گونه‌ای برنامه ریزی شده است که محرک‌های اطراف مانند صداها، بوها و یا چیزهایی که می بینیم به سادگی توجهمان را به خود جلب کند. البته این مکانیزم لازمه بقای انسان است، اما باعث می شود کوچکترین چیزی به سادگی حواسمان را پرت کند. جامعه امروزی نیز با ارائه محرک‌های متنوع و نامحدود مثل فناوری‌های جدید و زرق و برق‌های زندگی مدرن این مشکل را بزرگتر می کند. محرک‌هایی که به طور مداوم در معرض آنها قرار داریم، حالتی ذهنی در ما ایجاد می کنند که توجه نسبی پیوسته نام دارد. در این حالت ما نمی توانیم به هیچ چیزی به طور کامل توجه کنیم. دانشمندان بر اساس نتایج یک تحقیق دریافتند که هر فرد به طور متوسط نیمی از زمان خود را در ذهنش سرگردان است و به چیزی غیر از آنچه در حال انجامش است فکر می کند. در واقع تنها فعالیتی که افراد نسبتاً بر روی آن تمرکز دارند روابط جنسی است. خبر خوب این که کوچکترین تغییری در میزان حضور شما در تعاملات اجتماعی تأثیر زیادی بر دیگران می‌گذارد، زیرا کمتر کسی از این ویژگی برخوردار است. اگر بتوانید واقعاً به دیگران توجه کنید، این ویژگی شما را از مردم عادی متمایز می‌سازد و افراد از بودن در کنار شما احساس متفاوتی خواهند داشت. آنها توجه کامل شما را درک کرده و احساس می‌کنند که در آن لحظه مهمترین چیز در دنیا هستند. در چنین شرایطی فقط یک گفتگوی 5 دقیقه‌ای کافی است تا یک فرد غریبه را تحت تأثیر قرار داده و پیوندی احساسی با او برقرار کنید. تمرین. برای رسیدن به وضعیت حضور در زمان حال و داشتن توجه و تمرکز کافی، این تمرین ها را انجام دهید. هدف این تمرین ها این است که بتوانید تمام توجه خود را به یک موضوع مشخص معطوف کنید. زمان سنج را روی 1 دقیقه تنظیم کنید. چشمان خود را ببندید و در نهایت آرامش سعی کنید تا بر یکی از این 3 موردی که میگویم تمرکز کنید. 1. صداها. بر صداهایی که پیرامون خود میشنوید تمرکز کنید. تصور کنید گوشهایتان همچون دیشهای ماهواره‌ای هستند که تمام صداها را ضبط می‌کنند. 2. تنفس. روی نفس کشیدن خود تمرکز کنید. در حالی که دم و بازدم انجام می‌دهید، بر حرکات و حس‌هایی که به شکم یا سوراخ‌های بینیتان وارد می‌شود دقیق شوید. باید کاملاً متوجه فرایند تنفستان باشید. 3. انگشتان. تمام توجه خود را بر حواس انگشتان پایتان متمرکز کنید. کاریزما ترکیبی از قدرت و مهربانی است. بقای انسان همواره به پیدا کردن افرادی قوی بستگی داشته است. ما کسی را قدرتمند می‌دانیم که بتواند تغییری در دنیای اطراف ایجاد کند. قدرت به اشکال مختلفی در افراد ظاهر می‌شود. توانایی تأثیرگذاری بر دیگران با کنترل آنها، پول زیاد، تخصص، هوش، نیروی جسمی یا جایگاه مهم اجتماعی، همه این موارد از مصادیق قدرت است. ما همیشه با نگاه کردن به ظاهر و زبان بدن دیگران نشانه‌های قدرت را در آنها جستجو می‌کنیم. مهربانی هم برای بقای ما بسیار مهم بوده است. منظور از مهربانی داشتن نیت خوب نسبت به دیگران است. وجود مهربانی در یک فرد نشان می‌دهد که او تمایل دارد از قدرت خود در جهت حفظ منافع دیگران استفاده کند. خیرخواهی، نوع‌دوستی، دلسوزی و تمایل به بهبود وضعیت دنیا از مصادیق مهربانی به شمار می‌آیند. ما مهربانی را نیز از طریق زبان بدن و رفتار افراد درک می‌کنیم. یافتن چنین افرادی به خصوص در زمان گذشته مسئله مرگ و زندگی بوده است. تصور کنید یک دوست شجاع و قوی داشتید که میتوانست شما را از حمله یک حیوان وحشی مانند ببر نجات دهد. یا با پادشاهی دوست بودید که قادر بود شما را از حکم اعدام خلاص کند.
در موقعیت‌های خطرناک باید مشخص کنید چه کسانی تمایل دارند به شما کمک کنند و قدرت انجام این کار را نیز دارند. ما به صورت ناخودآگاه قدرت و مهربانی را ترکیبی بسیار مثبت در نظر می‌گیریم. به همین خاطر نشانه‌های این دو خصلت را در دیگران جستجو کرده و تلاش می‌کنیم با افرادی که از این دو صفت برخوردارند رابطه دوستی برقرار کنیم. برای مثال، جایگاه مهم اجتماعی را نشانه قدرت و یک رفتار دوستانه را نشانه نیت خوب فرد و مهربانی او می‌دانیم. اگر کسی هر دو ویژگی را داشته باشد، گزینه بسیار مناسبی برای دوستی است. کسی که قدرتمند باشد اما مهربان نباشد، تحسین برانگیز است اما ضرورتاً کاریزماتیک نیست. چون این فردی میتواند مغرور یا بی‌تفاوت به نظر برسد. از طرف دیگر، یک فرد مهربان ولی نه چندان قوی ممکن است دوست داشتنی باشد، اما کاریزماتیک نیست. دیگران چون این فردی را گاهی بلند پرواز یا بیش از حد مطیع می‌دانند. دو نامزد انتخابات 1868 بریتانیای کبیر را در نظر بگیرید. ویلیام گلادستون و بنجامین دیزرایلی. آنها که از قدرت، هوش و دانش یکسانی برخوردار بودند، برای پست نخست وزیری با یکدیگر رقابت می‌کردند. یک زن که با هر دو به طور مجزا نهار خورده بود، نظر خود را درباره این دو نفر با رسانه‌ها در میان گذاشت. گلادستون با قدرت خود او را تحت تأثیر قرار داد، اما فرد مهربانی نبود. در مقابل، دیزرایلی که با حضور واقعی و صمیمی خود از او پذیرایی کرده بود، احساس خاص و شگفت‌انگیز بودن را به او انتقال داد. آن زن چنین گفت: بعد از صرف نهار با آقای گلادستون فکر کردم که او باهوشترین فرد در انگلستان است، اما بعد از نهارم با آقای دیزرایلی احساس کردم این من هستم که در انگلستان از همه باهوشترم. عجیب نیست که فرد مورد علاقه آن زن دیزرایلی بود، زیرا او کسی بود که کمک می‌کرد دیگران نسبت به خودشان احساس بهتری داشته باشند. بنابراین نمایش قدرت و مهربانی در کنار هم برای نشان دادن تصویری کاریزماتیک امری ضروری است. با نشان دادن مصادیق هر یک از این دو ویژگی می توانید سطح کاریزمای خود را بالا ببرید. اما فقط در صورتی که هر دو ویژگی را در خود تقویت کنید، بهترین نتیجه را می گیرید. تمرین 1. تمرین قدر شناسی. به بدن و محیط اطراف خود نگاه کنید. موارد کوچک و ملموسی را بیابید که به خاطرشان قدردان هستید. سه نعمتی که وجودشان را تایید می کنید یادداشت کنید. این تمرین کمک می کند نسبت به پیرامون خود مهربان و مثبت اندیش باشید. 2. تمرین دلسوزی. حسن نیت و دلسوزی باعث می شود قدرتتان را متعادل کنید. همچنین دلسوزی می تواند همچون یک راه حل میانبر برای پایان دادن به گفتگوهای دشوار باشد. در 3 مرحله سعی کنید نسبت به یکی از آشنایان خود احساس دلسوزی داشته باشید. گذشته او را تصور کنید. چه میشد اگر شما در خانواده آنها بزرگ می شدید و تجربیات او را از سر می گذراندید؟ زمان حال او را تصور کنید. خودتان را به جای او بگذارید و از دریچه چشمان او دنیا را ببینید. چه احساسی دارید؟ آخرین سلاح دلسوزی تصور به پایان رسیدن زندگی آن شخص است. اگر در مراسم خاکسپاری او حاضر شوید، چه حرفی برای گفتن دارید؟ 3. تمرین بروز آسیب پذیری. نشان دادن اندکی ضعف به دیگران باعث قدرتمندتر شدن شما خواهد شد. با ابراز آسیب پذیری، آنها شما را فردی معمولی مانند خود تلقی می کنند. برای تمرین این کار، ابتدا نقطه ضعف کوچکی را که قابل اشتراک گذاری است انتخاب کنید. سپس حین گفتگو، فرایند اشتراک گذاری را با جملاتی مانند میدونی باید بگم که یا کمی دستپاچه هستم که این موضوع رو میگم اما من آغاز کنید. پس از صحبت کردن درباره نقطه ضعفتان، از طرف مقابل خود تقاضای رازداری کنید. این کار باعث می شود دیگران ارزش آن گفتگو را بیشتر بدانند. چرا که
مردم عاشق رازها هستند. سبک کاریزمای متناسب خود را پیدا کنید. همان گونه که افراد مختلف از نظر شخصیتی با هم تفاوت دارند، افراد کاریزماتیک نیز به هم شبیه نیستند. ما 4 سبک متفاوت کاریزما داریم: کاریزمای توجه، بصیرت، مهربانی و قدرت. البته انواع دیگری از کاریزما نیز وجود دارد، اما سبک‌های ذکر شده بسیار کاربردی بوده و استفاده از آنها برای همه افراد امکان پذیر است. کاریزمای توجه به مردم نشان می‌دهد که شما کاملاً در کنار دیگران حضور دارید. به آنها توجه کامل دارید و با صبر و حوصله به تک تک حرفهای آنها گوش می‌دهید. نمونه بارز این نوع کاریزما ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت خودروسازی تسلا موتورز است. او که فردی درونگرا است، 2 نمایشگر بزرگ روی میز کارش در تسلا دارد تا خود را از دید دیگران پنهان کند. اما به محض اینکه از پشت میز کارش بلند می شود، همه حضور و توجه او را کاملا حس می کند. او این کار را بدون آنکه چیزی گفته باشد، تنها با زبان بدن خود انجام می دهد. کاریزمای بصیرت الهام بخش است و به دیگران کمک می کند تا باوری را در خود شکل دهند. در این نوع کاریزما الهام بخش بودن، پیام و اعتماد به نفس داشتن بسیار مهم است. باید پیامی الهام بخش داشته باشید که از صحت آن اطمینان دارید و باید بتوانید آن را با اعتماد به نفس به دیگران منتقل کنید. استیو جابز در این کار مهارت خاصی داشت. او پیام خود را با چنان شور و هیجان و اطمینانی بیان می‌کرد که موجب می‌شد با تمام وجود او را تأیید کنید و با او همراه شوید. کاریزمای مهربانی به مردم اجازه می‌دهد بدون هیچ قضاوتی دیده و پذیرفته شوند. درست مثل دالای لاما، رهبر دینی بودایان تبت. مردم دالای لاما را دوست داشتند چون می‌دانستند که او نسبت به همه مهربان است و افراد را با همه تفاوت‌هایشان به طور کامل می‌پذیرد. در نهایت، کاریزمای قدرت به دیگران اطمینان می‌دهد که شما توانایی تغییر زندگیشان را دارید. کسانی که از این کاریزما بهره می‌برند، از یکی از مصادیق قدرت مانند پول یا جایگاه اجتماعی برخوردارند. قدرتمندترین نوع کاریزما همین نوع است و می‌تواند هم خوب باشد و هم بد. نمونه خوب آن صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل و نمونه بد آن رهبر حزب نازی‌های آلمان هیتلر است. اما چگونه یک سبک کاریزمای درست انتخاب کنیم؟ در موقعیت‌های مختلف میبایست از سبک‌های متفاوتی استفاده کنید. این موضوع به 3 چیز بستگی دارد: شخصیت شما، اهداف شما و موقعیتی که در آن قرار دارید. با این حال هرگز نباید برخلاف چیزی باشید که جزو ویژگی ذاتی شماست و عده‌ای آن را میپسندند. برای مثال در انتخابات سال 2004 در امریکا، جان کری میخواست خود را بیشتر از همیشه در دسترس عموم نشان دهد. او از کاریزمای توجه استفاده کرد و تصویر فردی حاضر و قابل دسترسی از خود به نمایش گذاشت. با این کار، کسانی که شخصیت اصلی او را دوست داشتند، از او فاصله گرفتند. این راهکار جواب نداد، چون صداقت او را زیر سوال برد. در مورد اهداف نیز باید ببینید که می‌خواهید مردم چه احساسی نسبت به شما داشته باشند یا چه واکنشی از خود نشان دهند. به عنوان مثال، اگر خبر بدی برای آنها دارید، کاریزمای مهربانی بهترین گزینه است. زیرا مهربانی به دیگران کمک می‌کند تا با آرامش بیشتری خبر بد را بپذیرند. استفاده از قدرت در چنین موقعیتی انتخاب مناسبی نیست، زیرا احتمالاً خودخواه یا ظالم به نظر خواهید رسید. شما باید سبک خود را با موقعیت‌های مختلف منطبق کنید. می توانید سبک‌های مختلف را با هم ترکیب کرده یا از چند سبک استفاده کنید تا بهترین نتیجه را بگیرید. این همان مهارتی است که شخصیت‌های کاریزماتیک از آن برخوردارند. اگر تصمیم گرفتید یک سبک جدید را امتحان کنید، این کار را در موقعیت‌هایی که احتمال شکست شما کمتر است انجام دهید. مثلا در رویدادهای کوچک و معمولی می توانید کاریزمای بصیرت را که دشوارتر است تمرین کنید. در مقابل، در یک سخنرانی رسمی و همگانی بهتر است از کاریزمای مهربانی استفاده کنید.
چون یک سبک کاریزما که برای همه مناسب باشد وجود ندارد و شما باید سبک مناسب خودتان را پیدا کنید. تمرین 1. اگر فردی درونگرا هستید و به طور ذاتی در گرد همایی‌های اجتماعی بزرگ احساس راحتی نمی‌کنید، می‌توانید هر بار که در چنین مجامعی شرکت می‌کنید، برای اینکه انرژی لازم برای کاریزماتیک بودن داشته باشید، زنگ تفریح‌های درونگرایانه کوچکی به خود بدهید. مثلا برای دقایقی به گوشه‌ای بروید و استراحت کنید. 2. تمرین متا. یک تمرین چند هزار ساله بودایی به معنای عشق ورزی به مهربانی. در یک جای راحت بنشینید. چشمان خود را ببندید. نفس‌های عمیق بکشید و اجازه دهید نگرانی‌ها از وجودتان خارج شوند. به هر رویدادی از زندگی که در آن یک کار خوب بزرگ و یا کوچک انجام داده اید فکر کنید. حال به موجودی فکر کنید که شما را صمیمانه دوست دارد. این موجود میتواند حقیقی، خیالی، اسطوره‌ای، انسان یا غیر انسان و حتی عروسک باشد. این موجود را تصور کنید و اجازه دهید محبت، گرمی و لطف او شما را در بر بگیرد. او برخلاف منتقد درونتان وجود کاملی به شما اعطا می کند و احساس می کنید که شما را با تمام وجود پذیرفته است، علی رغم ناکامل بودنتان در این مرحله از رشد. یک تصویر اولیه درست از خود به جا بگذارید. همه ما اولین ها را به خوبی به خاطر داریم، مانند اولین باری که کسی را ملاقات کردیم. بنابراین تصویر اولیه‌ای که در ذهن دیگران بر جای می‌گذاریم بسیار مهم است. به خصوص که تنها یک فرصت کوتاه برای بر جای گذاشتن بیشترین تأثیر در اختیار داریم. در چند ثانیه نخست یک ملاقات، افراد مواردی مثل طبقه اجتماعی، ثروت، تحصیلات و موفق بودن طرف مقابل را ارزیابی می‌کنند. در ادامه به سراغ چیزهای جزئی تر مثل هوش، اعتماد به نفس و صمیمیت می‌روند. هرچند این قضاوت‌های اولیه در زمان کوتاهی اتفاق می‌افتد، اما سالها در ذهن افراد باقی می‌ماند. مردم با کسانی که مانند آنها لباس پوشیده و رفتار می‌کنند بیشترین احساس راحتی را دارند، چون تصور می‌کنند از بسیاری جهات مثل طبقه اجتماعی، تحصیلات و باورها با آنها اشتراک دارند. تجربه تلخی که من در این زمینه داشتم این بود که یک دست لباس رسمی مشکی برای سخنرانی تهیه کردم و به شرکتی رفتم که در آن همه افراد لباس‌های غیر رسمی می‌پوشیدند. در آنجا به صراحت به من گفتند که بهتر است لباسم را عوض کنم. همین مسئله در مورد زبان و شیوه گفتار شما نیز صدق می‌کند. در یک شرکت بازرگانی، یک کارمند بخش مالی در برقراری ارتباط با رئیس خود مشکل داشت. رئیس او شخصیتی نظامی و قاطع داشت که از استعاره‌های جنگی در گفتگو استفاده می‌کرد. بعد از اینکه کارمند مذکور از همین روش در گفتار خود استفاده کرد، مثلا کارمندان را به سربازهای وفادار تشبیه نمود، توانست با رئیسش ارتباط برقرار کند و با او صمیمی شود. بنابراین این امکان وجود دارد که یک تصویر اولیه بد را از بین ببرید. برای این کار باید در ملاقات‌های بعدی رفتار خود را اصلاح کنید و امیدوار باشید دیدگاه افراد نسبت به شما به تدریج تغییر کند. البته افراد به سختی قضاوت‌های اولیه خود را تغییر می‌دهند. جان کنت گالبریت، اقتصاددان امریکایی کانادایی می‌گوید ما به دنبال تایید تصویرهای اولیه هستیم، نه اصلاح آنها. یعنی ما ابتدا دیگران را قضاوت می‌کنیم، سپس تلاش می‌کنیم شواهدی برای تایید این قضاوت‌ها پیدا کنیم. یکی از دلایل ماندگاری تصویرهای اولیه همین مسئله است. پس بهتر است از ابتدا تصویری خوب از خود در ذهن دیگران به جای بگذاریم. دلیل دیگر اینکه تصویرهای اولیه دوام زیادی دارند این است که چندان دور از واقعیت نیستند و اغلب با گذر زمان تایید می شوند. در یک تحقیق روانشناختی محققان دریافتند که افراد بعد از نگاه کردن به تصویر یک فرد می توانستند ویژگی‌های رفتاری او مانند برونگرایی یا وظیفه شناسی را تشخیص دهند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که ما در تشخیص شخصیت افراد مهارت بالایی داریم.
بنابراین در دیدار اول تا جایی که ممکن است از طرف مقابل تعریف کنید و در مورد چیزهای خوب صحبت کنید. اگر زمان رفتن است، تلاش کنید آن فرد با احساس خوبی شما را ترک کند. از دست دادن نیز غافل نشوید. لازمه این کار اعتماد کردن است. پس با دست دادن یک گام به سمت صمیمیت برداشته اید. به عنوان مثال، اگر مدیرعامل یک شرکت با 2 گزینه یکسان برای یک موقعیت شغلی روبرو باشد، دست دادن میتواند عامل مهمی در تصمیم گیری باشد. او صحبت‌های رد و بدل شده را به طور کامل به یاد نمی‌آورد، ولی به طور حتم صمیمیت شما را تا مدت‌ها فراموش نخواهد کرد. تمرین 1. آب کردن یخ روابط. باز کردن سر صحبت با دیگران را تمرین کنید. وقتی نزدیک کسی ایستاده یا نشسته اید، سعی کنید بفهمید آنها در حال صحبت درباره چه چیزی هستند یا توجهشان به چه چیزی جلب شده است. بدین ترتیب موضوعی برای شروع صحبت با آنها خواهید داشت. برای مثال، اگر در یک شیرینی فروشی هستید و شخص دیگری همزمان با شما به ردیف شیرینی ها چشم دوخته است، می توانید با صدای بلند درباره شیرینی ها ابراز نظر کنید و منتظر باشید تا نظر او را بشنوید. 2. برای دست دادن بی عیب و نقص این مراحل را اجرا کنید. ابتدا مطمئن شوید که دست راستتان آزاد است. هرچه در دست راست دارید به دست چپ منتقل کنید تا مجبور نباشید در آخرین لحظه به حول و ولا و تکاپو بیفتید. همیشه پیش از دست دادن از جای خود بلند شوید. دستتان را از جیب بیرون بیاورید. دستانی که دیده می شوند نشان از باز بودن و صداقت فرد دارند. سرتان را مستقیم و کاملا مقابل فرد دیگر قرار دهید. لبخند بزنید و سعی کنید تماس چشمی برقرار سازید. دستتان را کاملا عمود بر زمین نگه دارید و از باز بودن فضای بین انگشت شست و اشاره مطمئن شوید. از تماس کف دستتان با همدیگر مطمئن شوید، طوری که کمی با حس تعلیق و آویختگی به سمت پایین همراه باشد. انگشتتان را پس از دست دادن دور دست طرف مقابل حلقه کنید. به همان اندازه که طرف مقابل دست شما را می فشارد، دست او را فشار دهید. دستتان را از آرنج تکان دهید. مکث کنید و سپس دستتان را به عقب بکشید. بر ناراحتی‌های فیزیکی و ذهنی خود غلبه کنید. حالت ذهنی شما نقش تعیین کننده‌ای در نشان دادن رفتار کاریزماتیک دارد. اما ناراحتی‌های فیزیکی و ذهنی زیادی وجود دارد که بر عملکرد شما تأثیر منفی می‌گذارد. در واقع این ناراحتی‌ها مانع از آن می‌شود که چهره‌ای کاریزماتیک از خود نشان دهید. برای افزایش کاریزمای خود لازم است که این موانع را تشخیص داده و با آنها مقابله کنید. برای مثال، وقتی که گرسنه هستید، احتمالاً نمی‌توانید درست فکر کنید. با پایین آمدن قند خون، قدرت تمرکز و کنترل احساسات در شما کم می‌شود. اگر این وضعیت در زبان بدن شما مشاهده شود، کمتر کاریزماتیک به نظر خواهید رسید. تام یک مشاور تجاری است که نزدیک بود به دلیل انتخاب نادرست لباس یک معامله 4 میلیون دلاری را از دست بدهد. او یک لباس پشمی مشکی برای جلسه کاری خود انتخاب کرد. اما جلسه او در یک روز گرم و زیر نور خورشید بود. او در طول آن روز مدام با یقه پیراهنش بازی می‌کرد و به خاطر نور خورشید مجبور بود به این طرف و آن طرف نگاه کند یا پلک‌هایش را به هم نزدیک کند. در چنین مواقعی معمولاً افراد از ناراحتی‌های شما اطلاعی ندارند و فکر می‌کنند که به صحبت‌های آنها واکنش نشان می‌دهید. در نگاه مشترک تام، این رفتارها نشانه بیمیلی و عدم اطمینان بود. پس طبیعی بود که به توانایی‌های او شک کند. ناراحتی‌های ذهنی مانند اضطراب یا انتقاد از خود نیز تأثیرات مشابهی دارند. تام از ابتدای ملاقاتش به نتایج احتمالی آن جلسه فکر می‌کرد و تعجبی ندارد که این مسئله موجب اضطراب او شد و در زبان بدن او بروز پیدا کرد. ما معمولاً نمی‌توانیم با عدم اطمینان نسبت به آینده کنار بیاییم و در چنین شرایطی عصبی شده و تمرکز خود را از دست می‌دهیم. تمام این موارد به کاریزمای ما آسیب می‌رساند.
همانطور که می‌دانید همیشه پیشگیری بهتر از درمان است. این مهمترین کاری است که باید انجام دهید. بنابراین به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنید که آرامش فیزیکی خود را از دست ندهید. برای مثال، تام می‌توانست برای جلسه کاری خود مکانی مناسب‌تر انتخاب کند و یا لباسی بپوشد که با هوای گرم سازگار باشد. هرچه بیشتر به خود و اطرافتان توجه داشته باشید، بهتر می‌توانید پیام‌های بدن خود را تشخیص دهید. به وضعیت چهره و بدن خود در هنگام گفتگو دقت کنید و مطمئن شوید که نگرانی یا اضطرابی از خود نشان نمی‌دهید. برای مثال، اگر تام حواس خود را بیشتر جمع می‌کرد، می‌توانست بفهمد که رفتارش مشکوک به نظر می‌رسد. در نهایت، اگر مشکلی در زبان بدن خود تشخیص دادید، سعی کنید آن را برطرف نمایید. این کار را پیش از آنکه مورد قضاوت دیگران قرار بگیرید، انجام دهید. اگر نمی‌توانید به تنهایی مشکل خود را حل کنید و یا فکر می‌کنید موجب ناراحتی طرف مقابل شده اید، در مورد وضعیت خود توضیح دهید. مثلا، وقتی نور خورشید به چشم‌های تام میتابید، او میتوانست توضیح دهد که نور خورشید آزارش میدهد و محل گفتگو را کمی تغییر دهد. شما با پیشگیری، تشخیص و اقدام برای رفع ناراحتی فیزیکی گام مهمی در جهت کاریزماتیک شدن برمی‌دارید. در ادامه توضیح میدهم که در مواجهه با موانع ذهنی از چه روش‌هایی استفاده کنید. تمرین 1. برای اینکه اضطراب و افکار منفی خود را درباره نتایج محتمل یک وضعیت کاهش دهید، تمرین انتقال مسئولیت راهگشاست. در محل آرام و راحتی قرار بگیرید. بنشینید یا دراز بکشید. چشمان خود را ببندید و ریلکس باشید. چند نفس عمیق بکشید. هنگام دم تصور کنید هوای تمیز را به سمت بالای سرتان می‌فرستید و هنگام بازدم اجازه دهید هوا خشخش کنان از میان بدنتان گذر کند و همه نگرانی ها و دل مشغولی هایتان را بروبد و از پاهایتان خارج کند. تصور کنید وزن هر آن چیزی که نگرانش هستید از روی شانه هایتان برداشته شده و در دستان هر موجود خیرخواهی که دوست دارید مسئولیت آن را بر عهده بگیرد قرار می گیرد. اکنون چیزی که نگران و مضطربتان می‌کرد در کنترل و مراقبت یک شخص قابل اعتماد است. با خیال راحت به صندلی تکیه دهید. بدنتان را شل کنید و از هر چیز خوبی که می‌توانید در ادامه مسیر بیابید لذت ببرید. 2. فکر کنید و ببینید تا به حال مواقعی که دچار مشکل و سختی می‌شدید به چه روش‌هایی خودتان را آرام می‌کردید و دوباره به خود اهمیت می‌دادید. حداقل 5 مورد را یادداشت کنید و روش‌های مؤثرتر را علامت بزنید. 3. این حالات بدنی را که گفته می‌شود امتحان کنید تا ببینید چگونه وضعیت بدن شما می‌تواند ذهن و احساساتتان را نیرومندانه تحت تأثیر قرار دهد. ابتدا زبان بدن یک فرد افسرده را به خود بگیرید. اجازه دهید شانه‌هایتان قوز کند. سرتان آویزان شود. صورتتان پایین بیاید و بدون حرکت یک عضله سعی کنید هیجان را احساس کنید. می‌بینید که این کار تقریباً نشدنی است. حالا برعکس آن را انجام دهید و از لحاظ بدنی حالت یک فرد هیجان زده را به خود بگیرید. بالا و پایین بپرید. بزرگترین لبخندی را که می‌توانید بر لب داشته باشید. دست‌هایتان را در هوا تکان دهید و در حالی که تمام این کارها را انجام می‌دهید، سعی کنید احساس افسردگی کنید. آیا این کار امکان پذیر است؟ ناراحتی‌های ذهنی شما چندان جدی نیستند. همانطور که قبلا توضیح دادم، ناراحتی‌های ذهنی از دیگر موانع کاریزما هستند. احساساتی مثل اضطراب، انتقاد از خود، شرمساری و کمبود اعتماد به نفس در زبان بدن شما قابل مشاهده بوده و بر قضاوت دیگران در مورد شما اثر می‌گذارد. توانایی غلبه بر این موانع بسیار مهمتر از غلبه بر موانع فیزیکی است، زیرا ما به سختی می‌توانیم این احساسات منفی را تحمل کنیم. برخی از این احساسات بر اثر عدم اطمینان یا بدبینی نسبت به توانایی‌هایمان اتفاق می‌افتد. برای مثال فرض کنید یک مصاحبه کاری مهم دارید.
پیش از مصاحبه به شکست‌های قبلی خود فکر کرده و به توانایی‌هایتان شک می‌کنید. هرچه به زمان مصاحبه نزدیکتر می‌شوید، افکارتان بیشتر شما را آزار می‌دهد و در نتیجه دچار اضطراب می‌شوید. این اضطراب که در اثر انتقاد از خود ایجاد شده است، بر عملکرد شما نیز تأثیر منفی می‌گذارد. اگر می‌خواهید عملکرد خوبی داشته باشید و جذابیت خود را حفظ کنید، باید بتوانید این احساسات منفی را کنترل کنید. راه حل نخست این است که وقتی یک نگرانی ذهنی دارید یا نسبت به چیزی بدبین هستید، این احساسات را چندان جدی نگیرید. با احساسات منفی خود به نحوی برخورد کنید که تأثیر آنها کاهش پیدا کند. این کاری بود که مایکل برای مقابله با احساس بدش انجام داد. در یک جلسه مشاوره تجاری، او احساس کرد که مشتری قصد دارد ارتباطش را با او قطع کند. در این موقعیت، مایکل خود را موجودی فیزیکی تصور کرد که مواد شیمیایی مشخصی درون بدنش به جریان افتاده است. به این ترتیب او خود را قانع کرد که اتفاق مهمی رخ نداده است. همچنین به این فکر کنید که فقط شما این احساسات را تجربه نمی کنید و دیگران نیز تجربه های مشابهی دارند. این کار از استرس شما کم می کند. زیرا درک می کنید که نباید خود را به خاطر افکار یا احساساتتان سرزنش کنید. به افرادی فکر کنید که در همین موقعیت ها قرار داشتند. به خصوص افرادی که تأییدشان می کنید و مطمئن هم باشید که آنها نیز مانند شما فکر می کنند. کوچک پنداشتن موانع به کنترل یکی از مهمترین موانع احساسی کاریزما، یعنی شرمساری، کمک می کند. وقتی به خاطر چیزی شرمنده هستید، خود را مقصر می دانید و احساس شدیدی از جنس ترس دارید. در این حالت خود را سزاوار عشق و محبت دیگران نمی دانید و می ترسید از سوی آنها طرد شوید. در مجموع اصلاً جذاب به نظر نمی آیید، زیرا زبان بدن شما اثری از حضور داشتن، قدرت و مهربانی از خود نشان نمی دهد. برای نشان دادن کاریزما بسیار مهم است که لکه شرمساری را از احساسات و تجربه های ناخوشایند خود در زندگی پاک کنید. برای کنترل این احساس به خاطر بیاورید که شرمساری بخش طبیعی تجربه انسانی است و هر کسی آن را گاهی اوقات تجربه می کند. کوچک شمردن موانع احساسی روش بسیار خوبی برای مقابله با آن دسته از افکار منفی است که می تواند به کاریزمای شما آسیب برساند. تمرین 1. مواقعی که احساسات ناخوشایند به سمتتان هجوم می آورد و شما را آزار می دهد، کافی است به خودتان یادآوری کنید که این نوع احساسات طبیعی است و همه افراد گاهی اوقات چنین احساساتی را تجربه می کنند. به آنهایی فکر کنید که چنین تجربه ناخوشایندی را از سر گذراندند، به خصوص کسانی که شما تحسینشان می کنید. یادتان باشد که درست در همین لحظه افراد زیادی دقیقاً تجربه‌ای همانند تجربه شما را از سر می گذرانند. 2. هر وقت تفکرات منفی سمجی در سر دارید و می خواهید اثرات منفی آن را در خود کاهش دهید، کافی است یادتان باشد ممکن است این افکار دقیق و واقعی نباشند. موقعیت خود را غیر شخصی کنید و از بیرون به خود و افکارتان نگاه کنید. همچون یک دانشمند وضعیت را مشاهده کنید و ببینید که چقدر جالب است. خودتان را از یک فاصله بسیار دور تصور کنید. از ورای کره زمین خودتان را ببینید که در اندازه بسیار کوچک در فضا معلق هستید و در حال حاضر یک تجربه خاص در یک زمان خاص دارید. تفکراتتان را همچون یک عکس روی دیوار و یا جرقه های الکتریکی کوچک ببینید. آنها چیزهای خیلی مهمی نیستند. این گونه تصور کنید که صداهای دائمی ذهنتان از یک رادیو بیرون می آید. صدای رادیو را کم کنید یا آن را خاموش کنید. به خاطر افکار منفی خود احساس بدی نداشته باشید. علاوه بر کوچک شمردن ناراحتی های ذهنی، 2 روش دیگر نیز برای غلبه بر این نوع ناراحتی ها وجود دارد. تجربه احساسات منفی امری طبیعی در زندگی انسان است. حتی افرادی که در بهترین شرایط فیزیکی و روحی قرار دارند، از این ناراحتی ها در امان نیستند.
در نظر بگیرید که حتی تیک نات هان، راهب بودایی و فعال صلح ویتنامی هم یک بار آنقدر از شخصی عصبانی شد که میخواست او را با مشت بزند. این موضوع نشان میدهد که همه ما ممکن است این نوع احساسات منفی را تجربه کنیم. با این وجود ما عادت داریم هر ناراحتی ذهنی را نشانه‌ای از وجود یک مشکل بدانیم. ما از خودمان انتظار افکار و احساسات منفی را نداریم و همین طرز فکر باعث می شود که در مواجهه با آن دچار مشکل شویم. راه حل دیگر در مواجهه با این موانع احساسی خنثی سازی آنهاست. اگر تشخیص دهید که افکار و احساسات شما لزوماً درست نیستند، می توانید تأثیرشان را خنثی کنید. فرض کنید از اینکه کسی رفتار بدی با شما داشته است، ناراحت هستید. در چنین موقعیتی باید توجه کنید که شما مسئول واکنش نادرست آن فرد نیستید و رفتار او ممکن است ناشی از مشکل فیزیکی یا ذهنی خود او باشد. ما باور داریم که ذهنمان واقعیت را به درستی درک می کند و به خاطر همین باور است که از افکار منفی خود تأثیر می‌پذیریم. اما در واقع ذهن ما تصویر درست و کاملی از واقعیت به ما نشان نمی‌دهد. ما فقط بخشی از اطلاعات را دریافت می‌کنیم که مرتبط و مهم به نظر می‌رسند. حال مجدداً به مثال تام برمیگردم. او مشاوری بود که به خاطر انتخاب نادرست لباس در طول جلسه کاریش احساس گرمای زیاد کرده بود و نور خورشید نیز آزارش می‌داد. مشتری تام زبان بدن او را اشتباه تعبیر کرد و آن را به احساساتی منفی مانند بیمیلی و عدم اطمینان نسبت داد، در حالی که ناراحتی تام به خاطر شرایط محیطی بود. پس دفعه بعدی که مرتکب اشتباهی شدید یا احساس بدی به شما دست داد، به خاطر داشته باشید که این اتفاق بخشی از یک زندگی عادی است و به خودتان یادآوری کنید که ذهن همیشه اطلاعات درستی در اختیارتان نمیگذارد. برای خنثی کردن احساسات منفی می توانید از روش بازنویسی واقعیت استفاده کنید. تصور کنید فردا یک سخنرانی مهم دارید و نگران نتیجه آن هستید. کاری که باید انجام دهید این است: به سخنرانی خود فکر کرده و فهرستی از نتایج ممکن از خیلی بد تا خیلی خوب تهیه کنید. روش صحبت کردن خود، ظاهر شرکت کنندگان، واکنش آنها و مواردی از این قبیل را به طور دقیق توصیف کنید. با کامل کردن این فهرست، نگرانی شما نیز کم شده و یا به کلی از بین خواهد رفت. این تمرین کمک می کند تا حالت ذهنی مناسبی در خود ایجاد کنید و عملکرد بهتری داشته باشید. از آنجا که مغز نمی تواند تفاوت بین تصور و واقعیت را تشخیص دهد، این روش بسیار مؤثر خواهد بود. تمرین 1. اگر یک رنجش روحی سمج شما را آزار می دهد، یک واقعیت جایگزین خوب برای آن پیدا کنید. تصور واقعیت‌های جایگزین آرامش درونیتان را باز می‌گرداند. مثلا اگر ترافیک باعث شود که دیر به جلسه مهمتان برسید و دچار اضطراب شوید، از خودتان بپرسید: اگر این تأخیر پیامد خوبی برای من داشته باشد چه؟ می‌بینید که مغزتان شروع می‌کند به یافتن پاسخ‌های خلاقانه و در نهایت متوجه می‌شوید که تأخیر کردن بدترین اتفاق دنیا نیست. ممکن بود تصادف کنید یا زودتر برسید و معطل دیگران شوید. 2. اگر از دست کسی ناراحت هستید و این ناراحتی بر افکار شما تأثیر می‌گذارد و مانع رفتارهای کاریسماتیک در شما می‌شود، این تمرین بسیار کمک کننده خواهد بود. به کسی که شما را رنجانده است فکر کنید. حالا کاغذی بردارید و برای اون نامه بنویسید. همه حرفهایی را که دلتان می‌خواست به او بگویید در نامه بیان کنید. زمانی که از نوشتن تمام چیزهایی که در ذهنتان بوده مطمئن شدید، نامه را کنار بگذارید. حالا کاغذ دیگری بردارید و در جواب خودتان نامه‌ای بنویسید، همراه با معذرت خواهی برای هر کاری که انجام دادند و پذیرش مسئولیت برای تمام اعمال آزاردهنده‌شان. برای تأثیر بیشتر این تمرین و رها شدن از ناراحتی هایی که توسط دیگران برایتان ایجاد شده، نامه معذرت خواهی را در طول هفته چند بار برای خود بازخوانی کنید. 3. تمرین سوم یک موقعیت ناخوشایند به وجود می آورد.
و سپس کمک می‌کند در آنجا احساس راحتی کنید. برای شروع تمرین، یک دوست یا همکار قابل اعتماد به عنوان شریک پیدا کنید و در محلی ساکت و راحت بنشینید. یک زمانسنج را برای 30 ثانیه تنظیم کنید و به چشم‌های یکدیگر خیره شوید. در طول مدت خیره شدن ممکن است حس‌های مختلفی را در نقاط مختلف بدنتان تجربه کنید. از قبیل مورمور شدن، منقبض شدن، میل به خندیدن، ناآرامی، فشار و غیره. به تمام این حس‌ها دقت کنید و آنها را به ذهن بسپارید. پس از پایان 30 ثانیه بار دیگر این کار را تکرار کنید و به خودتان یادآوری کنید که دارید حس‌های عجیب و ناخوشایندی را تحمل می‌کنید، اما می‌دانید که این وضعیت تمام خواهد شد. پس از این هنگام مواجهه با احساسات و افکار آزاردهنده به یاد این 30 ثانیه می‌افتید و می‌دانید که هیچ احساس بدی دائمی و همیشگی نیست. کاریزما به 3 ویژگی حضور، قدرت و مهربانی مربوط می‌شود که از طریق زبان بدن افراد بروز پیدا می‌کند. همه شما می‌توانید کاریزماتیک باشید. فقط لازم است طرز فکر مناسب را در خود ایجاد کنید و با این کار زبان بدن مناسبی را به نمایش بگذارید. باید این کار را آنقدر ادامه دهید تا در انجام آن تبحر پیدا کنید. سبک‌های مختلفی از کاریزما وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. پس مطمئن شوید سبکی را انتخاب می‌کنید که با شخصیت و اهداف شما و موقعیت مورد نظر سازگار باشد. همچنین اگر در این راه با موانع فیزیکی و ذهنی مواجه شدید، نگران نباشید. حتی افراد موفق نیز این موانع را تجربه می‌کنند. 3 راه برای مقابله با ناراحتی‌های فیزیکی وجود دارد: پیشگیری، تشخیص و برطرف کردن آنها. همچنین در مواجهه با موانع ذهنی هم می‌توانید از 3 طریق عمل کنید: کوچک شمردن، طبیعی پنداشتن و خنثی کردن آنها. برای تقویت کاریزمای خود می توانید از تمرین عملی تصویرسازی استفاده کنید. به طور فیزیکی تصور کنید که کاری را با موفقیت انجام داده اید. این تمرین را می توانید در خانه، محل کار و یا حتی در فضاهای عمومی انجام دهید. لازم است یک تصویر ذهنی واضح و دقیق از یک موقعیت پیروزمندانه در ذهن خود ایجاد کرده و احساس آن موقعیت را تجربه کنید. به عنوان مثال، یک کشتیگیر می‌تواند یک مسابقه مهم کشتی را با تمام جزئیاتش تصور کند. او باید همه سختی‌های فیزیکی و روانی آن مسابقه را در ذهن خود مجسم کرده و با غلبه بر تمام موانع لذت پیروزی در آن مسابقه را احساس کند. این کاری است که بسیاری از قهرمانان ورزشی پیش از مسابقات به صورت مرتب انجام می‌دهند. برای اینکه جاذبه فردی و کاریزمای خود را بالا ببرید، باید بسیار تلاش کنید. راهی سخت و طولانی در پیش دارید و با موانع زیادی روبرو می‌شوید. اگر این راه را با موفقیت پشت سر بگذارید، توانایی‌های خود را به خوبی شناخته و بهتر می‌توانید با دیگران ارتباط برقرار کنید. در مجموع باید یاد بگیرید که ذهن خود را کنترل کنید و به گونه‌ای رفتار کنید که کاریزمای درونتان شکوفا شود. هرچه کاریزمای خود را افزایش دهید، بیشتر مورد تحسین و ستایش دیگران قرار می‌گیرید. در این صورت همه آرزو دارند مثل شما یا در جایگاه شما باشند. در محل کار همه به شما احترام می‌گذارند و تمام موفقیت‌ها را به شما نسبت می‌دهند. اما این تازه شروع کار شماست. کاریزما ابزار قدرتمندی است که با آن می‌توانید دنیای اطراف خود را تغییر دهید. انتخاب با شماست که از این ابزار فقط در جهت تأمین نیازهای خود استفاده کنید یا اینکه برای حفظ منافع دیگران و